سهیل سلبا، دبنیامین یا سام صابری کدومشون تو این بازی برنده میشن؟ شاید با خودتون بگید تو چی برنده میشه. من دیدم تو خارج همین بازی دارن انجام میدن و میرن مردم میپرسن که کیس مری اور کیل با یوتیوبرامون عکس‌ها رو نشون میدن و این حرکت میکنن. گفتم من چرا این کار نکنم؟ ولی چون ایرانه بچه‌ها من میخوام یه جور دیگه برم. قرار از دخترامون و پسرامون تو ایران بپرسیم که به فیس و استایل از 1 تا 10 به بچه‌هامون چند میدیم. حالا شرکت کننده‌مون کیان؟ اول برنامه گفتم سهیل سلبا، دبنیامین و سام صابریه. حالا میخوایم بریم از دخترها و پسرها بپرسیم ببینیم داستان چجوریه. همراه ما باشید. و هر کدوم از این 3 نفری که امتیاز بیشتری دریافت کنن برنده این بازی میشن. با ما همراه باشید. سلام. سلام. بخش اسم شما چیه؟ انسیه هستم. من 3 تا عکس بهتون نشون میدم و میخوام که از نظر استایل و فیس از 1 تا 10 بهشون نمره بدید. اوکی؟ این عکس اول. از 1 تا 10؟ 1 تا 10. 5. 5. عکس بعدی 7. 7. 9. 9. اوکی، حالا بین این 3 تا اگه بخواید با یکیشون دوست باشید، دوست معمولی، کدوم انتخاب میکنید؟ آقایی که وسط وایس. وسطه؟ اوکی، خیلی ممنون. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. بچه‌ها بریم نفر بعدی. سلام. سلام. من میتونم اسمتون رو بدونم؟ یلدا هستم. یلدا. خب من 3 تا عکس بهتون نشون میدم. شما باید بر اساس فیس و استایل بهشون نمره بدید. اوکی؟ عکس اول تا چند از 10؟ 1 تا 10. 1 تا 10. فیس 2. فیس و استایل با هم. خب 4. 4. چرا 4؟ نمیدونم، از هیکلش خوشم. عکس بعدی 1. 1. این رقم کات خارج به 1. عکس بعدی، عکس آخر 3. این نمرات پایین. خب اگه 2 تا خوب انتخاب میشه. 3 تا عکس کلا 3 تا عکس. خب حالا اگه بخواید اولی از همش بهتر. خب اگه بخواید با یکی دوست معمولی باشید کدوم انتخاب میکنید بین این 3 تا؟ همون 3 تا نه فرق نداره. 3 که اصلا تو چقدر نمکی کن. نه من تو عکس‌ها نیستم. اوکی. یه لحظه شک. نه من نیستم تو عکس. 2 یا 1 نمیدونم. نه یه دونه دیگه. خب 1. اونم چون آقای با شخصیت تری به نظر میرسه. خب خیلی ممنون که شرکت کردید. واقعا خیلی ممنون. خوشحال شدم. همچنین خدا نگهدار. بچه‌ها بریم نفر بعدی. خیلی خانم فوق‌العاده‌ای بودید. خیلی نمرات بالایی دادن. من برگام ریخت. بریم نفر بعدی بچه‌ها در خدمت 2 نفر دیگه از دوستان هستن. اگه این موتور رد بشه من برم معرفی کنم بهشون بگم. دوستان سلام. سلام. اسمتون چیه شما؟ من نیوشم. نیوشا. اسم شما چیه؟ ارغوان. خب دوستان شما قراره به 3 نفر نمره بدید بر اساس فیس و استایل. عکس اول 2. شما؟ ببینم شاید هم حتی 1. شاید هم حتی یه دونه بگو چون خب 1. 1؟ چقدر کم؟ این خیلی مهربونه ولی شخصیت مهربونی داره. کاری اصلا نمیشه. نه در کل گفت. عکس 2 اینم 1. 1. مرسی. 3. چرا 3؟ چرا شما 1؟ من که خب کلا این استایل نیست. خوبه ولی پایین تنه بده. خب عکس 3 این 1 تو رو قرآن 1 بیا بیرون. 2. مرسی. من چند؟ 7. باریکلا. این که اگه بخواد با یکی دوست معمولی باشید، یه دوست باشید با هم دیگه، کدوم انتخاب می‌کنید بین این 3 تا؟ میشه هیچ کدوم انتخاب نه هیچ کدوم نداری. اذیت نکن. خب 1 2 3 شماره داره. خب من همون 3 گفتم یا 2 گفتم. دوم میارم. 2. شما 2. بچه‌ها مرسی که تو ویدیو بودید. خیلی باعث افتخاره. بچه‌ها دیدید که چقدر نمرات بالایی دادن ایشون. خداحافظی می‌کنیم بچه‌ها. یه خداحافظی. بچه‌ها مهربونی میدم و این دفعه یه دونه پسر چطوره؟ همراه باشید. در خدمت یه دونه پسر هستیم حاجی. سلام علیکم حاجی. من خیلی راحت ترم باهات الان. من از دخترا کلا پرسیدم مثلا راحت یه جوری نبودم اینجا. میدونی سخته دیگه این استراب اجتماعی از داری تو؟ من اصلا نمیفهمم اصلا چی. نه داد بزن. من خیلی خفنم. اوکی. اسم چیه؟ امیرعلی.
امیرعلی. خب من 3 تا عکس بهت نشون میدم. خب بر اساس فیس و استایل از 1 تا 10 بهشون نمره بده. اوکی. عکس اول چند؟ تیپ و استایل با هم تیپ و استایل که یه دونه است بابا. استایل و فیس. استایل و فیس داره. یزید میت 5. آره. مرسی. چه 5؟ آدمای توپل مثلا دوست دارم کلا. میگن تو پول مهربونن. نه اخلاقی نه. اصلا رابطه اخلاقی نه. فیس چیزی تیپی. آره اونطوری. اوکی. عکس بعدی 9. آره. 9 آره. از 5 اون 9 چون لاغر دوست داری؟ نه مردونه. مردونه است. آفرین. اوکی 9 عکس دوم 9. عکس سوم اینم 5. 5. آره. 2 تا 5 یه دونه 9. آره. این چرا 5؟ کلا با بورال نمی‌کنم. اوکی. خب آقا من یه سوال آخری که از همه میپرسم، اگه یکی بخوای رفیق صمیمیت بشه، به تو میگن رفیق صمیمی. خب دخترا پرسیدم دوست معمولی، ولی رفیق صمیمی تو بخوای باشه کی باشه؟ بین این 3 تا عدد بهم بگو. 1. 1. آره. چرا 1؟ تو 100% آدم شوخ‌طبع و خفنی. 100%؟ 100%. چون توپله؟ آره. اوکی. مرسی از اینکه این تو ویدیو بودی. نمیخوای چیزی بگم مخاطب؟ فوش ندین دیگه. چیز سلیقه خودم بود. راست مثل آره. سلیقه قبلی اخلاقی نگفتم. همین. بریم آقا نفر بعدی. خیلی بچه خیلی سخته. خداحافظی کردی داره؟ نه نکردم. نذاشتی. خیلی سخته دنبال آدم گشتن. کسی که داره فیلم میگیره میدونه خیلی سخته دنبال سوژه گشتن. من دهنم داره سرویس. مرسی که اومدی آجی. فدات شم. ما میریم دنبال سوژه بعدی. من خیلی خسته شدم. یه خداحافظی بکن. خداحافظ. دوستان دوباره سلام. سلام. اسمتون چیه شما؟ مهسا خانم، من 3 تا عکس نشونتون میدم. شما باید کلی بر اساس فیس و استایل نمره بدید از 1 تا 10. اوکی؟ بله. عکس اول. از اینایی که باید بگم نه من دوست پسر دارم. نه اصلا این چرت و پرت. فقط 1 تا 10. 8. 8 چرا؟ خب چارشونه است، هیکلیه. ایول خدا واسه نسبت به قبلی‌ها اینو یکی گفته بود 1. نه خب حیفه. دیدی سلیقه‌ها فرق میکنه بچه‌ها. دومی عکس 7. 7 بچه 7. این چرا 7؟ فیسش خسته است. خسته است به خمومه. عکس سوم 2. 2 جدی؟ 2. خب حالا یه سوال آخر از همه میپرسیم که اگه بین این 3 تا یه نفر دوست معمولی بخواد باهاتون باشه کدوم انتخاب می‌کنین این 3 تا؟ اونی که گفت دومی نشونم دادین. این آقایی که گفتم شماره‌اش خسته رو است. بگید. 3. شماره 3 شد دوست معمولی. مرسی که توی این ویدیو بودی. افتخار دادید بهمون. بعد ما خداحافظی می‌خوایم بکنیم. خدافظ. بچه‌ها بریم برای نفر بعدی. اسمش چی بود؟ مرسی از مهسا خانم که شرکت کرد. بچه‌ها رسیدیم به نفر بعدی. سلام. اسمتون چیه شما؟ سوگنه. خب ما یه چالشی داریم اینه که من 3 تا عکس بهتون نشون میدم و شما بر اساس استایل و فیس از 1 تا 10 بهشون نمره میدید. اوکی؟ عکس اول 10. 10 چرا 10؟ خیلی فقط فیس و استایله همین. خیلی آدم خوبی ان آخه ولی حالا 7 6 7 فیس و استایل 7. آره. چون میشناختیمش. آره. اوکی. عکس بعدی 4. چرا 4؟ چون نمیشناسیم. نه من فیس نچرال به نظرم خیلی قشنگ‌تره. نچراله؟ دارم تو پسر. دماغشون عمله. نیست به قرآن. دماغشون عمله. نه بذار. سام دماغ عمله. عکس بعدی این 9 دیگه. 9. آره. این چرا 9؟ چون بازم میشناسم. آره خوبه. خب حالا اگه بخواید از بین این 3 تا با یکیشون دوست معمولی باشید کدوم انتخاب میکنید؟ قطعا آیه سهیل سلوا 1. آره. خیلی ممنون که تو این ویدیو حضور پیدا کردید. چیزی نرید به مخاطب بگید؟ نه دیگه. موفق باشین، سلامت باشین. مرسی از شما. خدا نگهدار. بچه بریم دنبال نفر بعدی. بچه پیدا کردن سوژه واقعا سخته. اینو تو هر تیکه میگم. بچه امتیازا رو میذارم اینجا براتون جلوتر ویدیو. دوستان رسیدیم به نفر بعدی. سلام. اسمتون چیه؟ آیلین خانم. من براتون توضیح میدم الان. من 3 تا عکس بهتون نشون میدم. شما بر اساس فیس و استایل بهشون 1 تا 10 نمره میدید. اوکی. عکس اول 1 تا 10. 1 تا 10. 5. چرا؟
خوشم نمیاد. سلیقه‌ای دیگه بچه‌ها. عکس دوم. خب 7. خب 7. آره شخصیتش شخص میشناسیشون؟ خب اشکال نداره. اوکی 7. بعد بساس مثلا این چیزی که اینجاش بسته اصلا استایل دیگه. اصلا شناختت مهم اوکی، نیست. خب 7. فقط فیس و استایل است. میشناسید میدونم. ولی چیز 2 موی بور دوست ندارم. اینو دیگه میتونم یکی فکر کنم گفته بود تو آره. ویدیو موی بود. خب حالا از بین این 3 نفر اگه بخواید با یکی دوست اولی. باشید بذار بگم چی با یکی دوست باشید کدوم انتخاب؟ 1 2 3 1 چرا؟ بعد یه توضیح قانع کننده. بور که اصلا هیچ جوره نمیتونم. این یکی هم به نظرم نه خیلی- چرا 1 مثلا؟ خب دارم میگم اون دوتا دیگه بور- رد میشن، اولی قبول میشه دیگه به دلیل اینکه اون آها دوتا رد اینجوری میشن. منطقتون آره. این بود. خیلی ممنون که تو باشه. ویدیو حضور پیدا کردی. چیزی نداره مخاطب بگی؟ نه یوتیوبشون رو ببینید، دنبال کنید، سابسکرایب کنید. اوه بلدی. آره دمت لایک گرم. نره کامنت انگلیسی بذارین. اوه دمت گرم. خواهش. یوتیوبری؟ نه ولی خیلی ولی بشو واقعا. اسخر بین این 3 تا کدوم؟ ببین این عکس اول شرکت کننده بعدی. واسا چطوری خوبی؟ اسمش چیه؟ مانی. در خدمت مانی هستیم بچه‌ها. من 3 تا عکس بهت نشون میدم. اوکی. شما بر اساس فیس و استایل از 1 تا بهشون نمره میدی. اوکی؟ گرفتی کارو؟ اوکی. عکس اول 7. نه 7 زیاده. 7 زیاد. 4 چرا 4؟ خوشم نمیاد اینطوری. اوکی. عکس بعدی 6. 6. آره. اوکی بودی با استایلش. 4. این چرا 4؟ سبک من نیست دیگه، تایپ هم این استایل نیست. خب من آکن اگه قرار بود از بین این 3 تا با یکیشون رفیق بشی کدوم انتخاب می‌کردی؟ 1 2 3. 3 رو هستی؟ اوکی مرسی. اینکه تو ویدیو بودی. عشق من. سلامت. یارس. بچه‌ها بریم نفر بعدی. بچه‌ها کیو داریم اینجا؟ سلام. شانه قربونت. خوبی؟ اسم چیه؟ من پارسا. پارسا داستانو میدونی؟ میدونی دیگه. توضیح دادم براش بچه. عکس اول 1 داده. فیس و استایل. کلی 8. چرا 8؟ دوستش دار. دوست داشتیش؟ چرا 10 ندادی؟ مسابقه است البته تا تاش باید ببینید چه امتیازی. همون بقیه گذاشت. 9.5. 9.5 مثل خودت یه جوری استایلش. عکس 3 7. این 7. حالا همون رفیق اگه بین این 3 تا کدوم رفیق انتخاب می‌کنی؟ سام میشناسی سامو با؟ میشناسم. اوه ای ولوریشل. سام هم میشه بچه خیلی خوشحال شدم. عشق داداشم. چه دبی بچه چه چسبید. بچه‌ها بریم سراغ نفر بعدی. چیزی نمیخوای بگی مردم؟ مراقب خودتون باشید. کول یه دونه دیگه. اوه بریم نفر بعدی. دوستان سلام. سلام. اسمت چیه؟ ملیسا. صداش فقط نازک شد. خب من داستان رو بهتون بگم. 3 تا عکس بهتون نشون میدم. بر اساس فیس و استایل باید از 1 تا 10 بهشون نمره بدی. اوکی؟ عکس اول. از 1 تا 10 1. 1 چرا؟ هم هیکلش بده، هم جستش جالب نیست، هم خوش‌روایی تنش خیلی خوب وای نست. نظر شخصیه بچه‌ها. خدمتتون عرض کنم. عکس دوم. 7. 7 چی شد که 1 اومد 7؟ استایلش باحال‌تر ولی جستش رو دوست ندارم، شلوارش هم دوست ندارم. شادم همون 7 دیگه. 7 اوکی منطقیه. عکس آخر 3 4. 3 4. به خاطر من عوض کردی؟ نه نظر خودته بگو. گفتم 3 و کردی 4. نه همون 3 4. 3 یا 4 بگو چون امتیاز حساب میشه. 4. خب این چه 4؟ کدش رو دوست ندارم، یه جوری وایساده. شاید هم به خاطر عکسه. یعنی میتونه به خاطر عکس هم باشه ولی بیشتر دقت به ژست و کار نشه. روی استایل و فیس دقت کن. فیس و استایل با هم. یه عدد بهم گفتی 4 دیگه. بذار همون عدد بمونه. خب حالا سوال آخر اینه که اگه بخوای با یکیشون رفیق باشی دوست باشی کدوم انتخاب می‌کنی؟ 1 2 3. این دوتا که کلا کنکه. اینم نیستم ولی اگه مجبوری بخوام انتخاب کنم اینو انتخاب. مجبوری شماره 3. آره. خیلی متشکرم که تو ویدیو بودی. چیزی نره به مخاطب بگی؟ نه. بگو حالا چی؟ چی بگم؟ خداحافظی. خداحافظ. بچه‌ها بریم برای جمع‌بندی کار. بچه‌ها در نهایت این ویدئویی بود که تو خارج گرفته شده بود و ما
آوردیم تو ایران گرفتیمش. جمع‌بندی در نهایت شد که سام صابری با 61 امتیاز برنده این بازی شد. بنیامین با 54 امتیاز نفر دوم شد و سهیل سلبان با 48 امتیاز نفر سوم شد. بچه‌ها تمام رفیقایی که توی این ویدیو بودید رفیقای من و بهشون نمره دادن اصلا ناراحت نشید، چیزی کاملا سلیقه‌ایه. همه جای دنیا فرق میکنه، ایران یه جوره، خارج یه جوره، اصلا خود مردم ایران یه ذره بری بالاتر نمرات بیشتر میشه، پایین‌تر میشه. سلیقه‌ایه کاملا، بهتون اصلا بر نخوره یه وقت. بچه‌ها ویدیو رو اینجا میبندیم. اگه از این پارت خوشتون اومد بچه‌ها بگید که پارت 2 هم بگیرم با یوتیوبرهای دیگه. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. ویدیو رو میبندم اینجا. لطفاً لایک و کامنت مهم نیست بچه‌ها. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.